بیا اکنون نقابت را برار زهرایم. من دیگر از تو جدا زندگی کردن نمیخواهم. آخر بس است. ایست. چیکار کرده ایستادی ها؟ تمام. نه برار مشکلی نیست. آخر ایسا تو رو میپرونم. دوست داشتم. چیکار کرده ایستادی ها؟ من زیا هستم. مرا میپرونی؟ مرا دوست داشتم نگوی. زهرا با خود بیا. میپرونم تو رو. ایست. هرگز این کارو نکنی. ایست. یا یکی پرون. پرون مرا پرون. حالا هم گپ زده ایستاده استی؟ پرون مرا زهرایم. اینجا پرون. در قلبم پرون. پرون. زهرا ایست. ایست. نه پرون همکار. چیکار کرده ایستاده ای؟ چیکار کرده ایستاده ای تو؟ چی گپه بچه؟ چیکار کردی تو همکار؟ چیکار کردم؟ حیات نجات دادم. چرا رو تو پروندی ابله؟ میکشم تو رو. میکشم. بگی دست چیکار کردی؟ بشرف من تو رو میکشم. میکشم تو رو. میکشم تو رو. میکشم تو رو. سرده مرا. سرده مرا. کمیسر دستگیرش کنه. سرده میکشم اون ابله رو. قریب برا بکش. شد. من آرام شدم. مرا رها کن. سردارم آرام شوید. خدا جان. زبید ببینک. همکار معذرت میخواهم. با احساسات داده شدم. وقتی دختری نقابدار را از دست دادم دیوانه شدم. خوب هستی؟ کنی ایست آنجا را ببینم. اوه بسیار بد می نماید. به نزد یگان طبیب رویم چی؟ به نزد دختر رفتم. کمیسر بیتون بکشم. حمیدی من بیتون بکشم. آرام شوه. شما کرده ایستاده. آرام شوه. سردارم آرام شوید. چه خیل آدم هستن آنها؟ یگانه چیزی که من خواستم عدنان جسور رو به نزدم آرم. کاری خودم رو خودم مجبورم حل کنم. خیر این بار خودم رفته عدنان جسور رو میدوزدم. جسور؟ تو کی رو میدوزدی ها؟ اگر توانی انا بدوز. چی شده؟ خرگوش؟ از ترس ترک کرده ای کو؟ نه ترس، تو را بسیار لطکوب نمیکنیم. تو پروا نکن کمال برادر. من خودم این رو معیوب میکنم. کنی بیایید هر دویتان را لطکوب میکنم. ملیس را از کمال سیاه ابله نجات میدهم. جسور این چی میگوید؟ نمیشنوی مگر برادر؟ دوست داشته تو رو گپ میدهد. چی؟ دوست داشته من رو گپ میدهد؟ تمام شدی تو تکشی. ملیس به من میزیبد نه به تو. تو و عدنان مانعی به دست آوردن دل ملیس به من نشوید. یا خدایا، ملیس کی است؟ برادر با خدای دوست داشته است. دختری دوست داشته مرا ها؟ تو خودت کی هستی؟ سرداری ابله ها هستی؟ ملیس مثل گل غنچه است، نازک و ظریف است. او را مگر من به تو بر این ابله کوچگرد میدهم؟ یا خدایا، عدنان چی میگوید؟ تکشی راست میگوید. مثل من نازک و نازک طبیعت. یا خدایا من چی ها گفته ایستادم؟ این تکشی به سرم بلا میشود. برادر چرا ایستاده ایم؟ این رو هرچی زودتر لطکوب کنیم. این ابله نابکار مرا دزدیدن میخواست. تو رو به دام افتادن. همین طریق ملیس را از تو جدا میکرد.
وای رو با وای. کنی این رو بزنیم و با محلهشان برگردانیم با محله خیتایی ها. من خیتایی نیستم، ژاپنی هستم، فراموش نکن. از هر دوی شما هم نمیترسم. من از عشقی که به میلیس دارم هر دویتون رو میزنم. توی اسکامول برادر، این آدم رو به من مون، من او رو میزنم. کنی نزدیک شو. یا خدایا سرم کفید. چه خیل مرد استید؟ ترسیدید ها؟ کنی گم شو از اینجا. آخر عدنان گذار این رو، او ارزشی زدن رو ندارد. من باز بر میگردم، میلیس از آن من میشود. گم شو از اینجا، گم شو، دف شو، نت شو، زود. شد. آرام شو عدنان. ای خیریت که هایمو دختری فکچقتی چمن خلاص شدیم. جنگاور جانمون خلاص کرد. آمین. انا که جنگاور او دختر بهنه را میگیره و هجری ما سایرم قطی خانه دار میشود. جنگاور رو در کجای بینم؟ اول تشکر میگویم. البته می نداری بکه، البته. چی گفت؟ شما باز کی هستید؟ در محله ما چیکار میکنید؟ من میدونم چه خیل بگب میدروید. نه این خیل. یاسنا جان چی بلا بود؟ عجب استادم زیاد چیکار کرد؟ یک با زنگ زنم. الو استاد زیو. استاد من این زهرا رو زدم، شما زهرا رو پیدا کردید؟ یافتم هجری. با دامل و زیو بودن شما باور نکرده؟ نه باور نکرد. استاد جانم، دیدید بسیار زیق شدم. استاد زهرا هم به نزدیکی حقیقت را میفهمد، پروا نکنید، غمگین نشوید. استاد نو به سرم یک سوال اومد، ممکن است پرسم؟ نپرس هجری، نپرس. استاد در قروتا و گوشت انداختن جایز باشد یا نه؟ چی؟ همین قروتاوی گوشتی جایز است؟ الو ای مرک. الو استاد. الو کش تلفونه؟ خیلی مایلش سوال رو بعد میپرسم. اوچا بابا ای جنگاوره؟ اوه جنگاوره آزی جزا شما میتا. او جوناتان زنو را زن گم شوید. داشته نیوجه. ای خدا را شکر شیخ، خدا را شکر. ای آفرین جنگاور کان تبزه. ما هم در باره تو صحبت داشتیم. آدم رو به یاد بیاری می آمده است. بچم مورا قرضداری کلان کردی، ای بلای کلان خلاص کردی. انا کو ای ما یک ضیافت کلان برای تو. بیا خونه بریم. رفتیم بچم، یک آشی بمزه رفتیم. خانم تشکر گفتن لازم نیست، از راستی لازم نیست. من تنها یک چند کوچه‌گرد رو زدم، یعنی باور کنید تشکر نگوید هم می شود. ای بچم تو چی میگوی؟ ای وقتی که تو هجری را از سنم جدا کردی و ما از زمین تا آسمان ای تو می نداریم. رفتیم ایستید، شما چکار میکنید؟ ایستید اکنید این کارو یا چای کم بکنم کیف که. تو چه خیل آدمی خوب بوده ای جنگاور. همکار قریب بود مرا میکشتی، دیوانه هستی؟ حالا هم گردنم درد میکند. مراد ما حیاتو ترا نجات داد. هم خیلی می نداری بیان میکنی. دوستم بسیار درد دارد، کنه بینم کجاش درد میکند. دست بگی مراد التماس مرا نرد نزدیک نشو. رنگ میرالیش کم با کارات بگونی هم.
قرطق ماجی خیلی نفس کشیدن نمیتونم. داملو زیو بود است. من به تو نشان میدیم زیارو. بخی دستم بیزار کردی نکیم تو. آرام شو همکار، خودت را به دست گیر. انا اومد دردی سری من. بگی بچم بگی، همه همی در سرخانه برای خودت کردم. بگی بچه. وقتی که تو او دختر هجری جدا کردی، چیزی که بخوای ما اجرا میکنیم. میمون عطای خدای. دختر جان اکد ده زنگ بزه بگو تیز بیویا، شخصا خودش جنگ آورده تشکر بگه. تیز زنگ بزه. ای دختر تو شخصیده ایستادای؟ کی با ایستادای مطرح میگم؟ تو خیلی دختری مایی؟ یک تلفنم کرده نمیتونی؟ بگی بچم، بگی بخور، بگی شرم نکن. بگی جنگاوری جونه تلفن زنگ زدیسته. معذرت میپرسم. الو. ولی بفرمایید گوش میکنم. ولی فهمیدم. ولی حاضر در یک جای مهم هستم. مهمانم. تمام. زود با مکان حادثه میآیم. دور نروید. جواب نمیدهد. آخه چه جواب نمیده؟ این جنگاور هر روز مهمانی مایی که او جواب نمیده. یک SMS جواب که جواب ده عصبیم نکردن. ببخشید من باید زود بروم. مرا در مکان حادثه منتظرند. تعجیلا. نه نمیشه بچم. ای حاضر اومدی نمیشه. ولی رفتنم لازم. نه بچه جونه خیلی نمیشه. هیچی نخوردی. این پهلوه بگی بچه جون. بگی همه خیلی با مزه که بشی بچه. روی نکه بچه من نمیمونم که تو برای. نه نمیمونم. هیچ گجا نمیرای. ما میمون منایی خیلی جواب نمیتیم. آقای سعدی بیا هممون یک جویا یک صورت خاطره‌ای بگیریم. ها کو دخترم بیا یک سلفی بگی. تو چی استادای؟ نمیشنوی اوچت چی میگه؟ کو یک صورت من بگی؟ بهبوناشا من خودم بگیرم. کو یک سلفی انا بسیار زیبا. انا که این صورته چمن ستنگچه در روی که بنویس که دامادی تو در خانه ما افقاتای بمزه خورده سای افقاتای تو بقلش نیست. بنویس. خانم چمن دیوانه میشود. بگذار دیوانه شود. او رویش کن آخی. تو چی خیلی دانشگاه میخونی؟ چی خیلی فرزندی گم نگیری؟ همون صورت رویی که میگن نمیفهمی؟ ای حالا باورم نمیآید. آن مؤذن باز لباس جنگاور رو پوشیده اومده ما رو فریب کردن میخواست است. ای به خدا هر وقتی که به یادم میآید عصبی میشوم. زنک جان ها کنی از این یک بینشو آرام شو. نسبت جنگاور رش برده است. برای همین که کرده است. گوش کن سنا. دیگر هجری قدمش رو به این خانه نمیگذارد دخترم. با تو SMS اومد زنک جان. شنیدم قادر. کار نیستم. تو بسیار عصبی هستی. یا خدایا. همش از پشت هجری است. ای با چشمونم باور نمیکنم. چی شده زنک جان؟ ای آخر داماد من در اون خانه چیکار میکند؟ با سلفی کردند. قادر هجری در کجا است مادر؟ او رو نمیبینم کو؟ بس کن هجری گویی رو آخر. تو نمیفهمی مگر دشمنی من دامادی من رو از من جدا کرده استاده است. من رفته دامادم رو میگیرم. به خدا میگیرم. زنک جان در کجا
کجاین نینزه ها؟ در کجاین؟ نینزه حقیقی من هستم. بخیز بهتر بیا بخیز. با رنگ نورمدی کجل رفتور داری. آخه چرا با من خبر نمیدید؟ ابره چرا خیر میکنید با من خبر نمیدید؟ خانم تونین را تا فرودگاه برده زود از آنجا گشته آمدم. اگر در وقتش برگشته می آمدم جزایشان را میدادم. خانم تولین ایرپورت بردی پدر؟ برای چی؟ دختری تقایم نامزدی دارد، برای همین به خوجند رفت. از می دیونت هم خطم تولین میرفتی عصبم آرام میشده، میرفتی اونجا شلشگاه خوجندی میزدی، استراحت میکنی. خاموش باش بهتر بیا. خبر این نیزه ها را شنیده زود به اینجا آمدم. در کجا هستن آنها؟ охир падарҷон, Аднан ҳамаш рӯлату кӯб кард. Барои ҳамин ба ту ҳеҷ кас намонд. Аз ҳамин лиҳоз туро хабар накардам. раҳмат камол бародар, медонед ҳамаи он нинзаҳоро ба қабристон фиристодани будам, вале духтари ниқобдор онҳоро ба ман нагузошт. агар мегузошт ҳамаи онҳоро нест мекардам. ҳа ҷасур, чеҳраи духтари ниқобдорро дида тавонистӣ? комиссар мурод, номи ӯ маълум аст. ниқобдор чӣ хел медидам? ҳа фаҳмо. ҳамин камол ба ми девнагиш аслида ба ақалтар мурод. ин чӣ хели саволе ки чеҳраи духтари ниқобдора дидӣ ё не мурод? аз болои маска чӣ хел рӯшан мебина? ё раббилоламин. ё худоё тавба. шояд гарданатро зер кардан ба сарат оксиген намеравад Зубайд? вақте ки ма ҷиқидим қиртиқота оксиген нафас кашида натонистӣ, пружнои сар ки вайрон шид, баъдам хел ҳаққи саволи беақло намедӣ. намедонам ки гулӯи киро зер кардааст Зубайд. ма қиртиқоитара ҷиқидим ки ё китай мара. дар бораи духтари ниқобдор ҳатто камтарин маълумотро фаҳмидан мехоҳам Зубайд. ҳоло ҳам маълумот мегӯяд. мурод ту маро девона мекунӣ. бародарам, духтари ниқобдор Зуҳро Шаҳли аст. чаро намефаҳмӣ? Зуҳро Шаҳли зиндаст охир. я фикр кун. Зуҳро Шаҳли духтари ниқобдор чанд бор омада милисро наҷот дод? 2 бор. духтари амакиша вагарна барои чӣ наҷотш метавад? каме фикр кун. ин чӣ мегӯяд? сафсата нагӯ Зубайд. Зуҳро Шаҳли будааст. як ҳикояро ҳамеша нақл кардан дилатро намегирад. духтарам Зайнаб дар куҷост? Зайнаб дар куҷост? рост гуфт. Зайнаб дар куҷост? ё ин ки нинзаҳо ӯро рабуданд? чӣ гуфтесте падар? ба ӯ ҳеҷ чиз намешавад. аз пушти ӯ шуда духтари ниқобдор бо ман рафтори хуб накард. ту чӣ гуфтесте мурод? чӣ гуфтанамро медонам. агар гулӯямро зер кардӣ ба сарам оксиген намеравад. ором шавед, ман ҳуҷраашро мебинам. ана худаш ҳам омад. шом бахайр. зайнаб ҷон, ба мин либосо ранги диловар Каримоваи. о ҷони ҷигари мае. хуб ҳастӣ? ё ки Зайнаб ягон махлуқ хафат кард? хубам, ба ман ҳеҷ чиз нашудааст. бё духтарам, бишин. бишин албарам. охир ба ӯ ҳеҷ чиз намешавад. аз барои худо нинзаҳо Зайнабро чӣ кор карда метавонанд? бе ин ҳам ӯ ба ман машқи ҷангиданро меомӯзад, каратеро. ту воҳима накун охиру Ҷасур. ман дастамро ба дар задам. ҳеҷ чиз нашудааст. дар заде? куя бор бинам. Зайнаб бихи баленсад барам. охир чӣ шудааст ба он нинзаҳо? Аднанро чаро дуздидан мехостанд, фаҳмидед? фаҳмидем. вале ки будани духтари ниқобдорро нафаҳмидем. ту ягон фикр дорӣ Зайнаб? духтари ниқобдор дар куҷост? духтари ниқобдор? мурод чанд бор ман ба ту гуфтам духтари ниқобдор Зуҳро Шаҳли аст. духтари ниқобдор дар ҳақиқат Зуҳро Шаҳли аст? ҳамон дӯстдоштаи калтакел аст? бетарбия. намегузорӣ ки он духтари бечора дар қабраш оромона хоб кунад. падарҷон, ин бачатон коргари КГБ аст. чизере ки ман медонам шумо намедонед. мурод, ман дар ҳақиқат дар бораи духтари ниқобдор чизе намедонам. бе ин ҳам ту дар ягон масъала чизеро намедонӣ. дунё чапа шава, ту парво надорӣ. мурод, аввале ки духтари ниқобдорро ту аз даст додӣ, боз омада инҷо мардумро пурсу пос мекунӣ. охир ту чӣ хел одам шудаи мурод? ай ростӣ ман дига тара намешиносам. ту гап назан Зубайд. бетарбия. духтари ниқобдор аз пушти ту гурехт. агар ӯро намепарондӣ, ман ӯро дастгир мекардам. дар ҳақиқат комиссар Зубайд, ту чаро духтари ниқобдорро парондӣ? охир ӯ маро аз дасти нинзаҳо наҷот дода буда? гӯш кун Аднан, мефаҳмонам. агар духтари ниқобдорро намепарондам, духтари ниқобдор ин ношукрро мепаронд.
با شرم و حیا را نمیدونی در بین مردم زیدیما گپ میزنی جنابی مرادا؟ بخدا براو. اگر می از می دل نمیبود احوال تا بد میکردم. آدمی پست. خودم رو به زور میدارم که این کمی سر رو نزنم. سردارم. بله سردارم. فهمیدم سردارم. بله او هم اینجاست. تمام سردارم. مراد خیز سردار زنگ زد. یک مسئله مهم است. چه مسئله مهم است؟ دختر نقابدار دیده مسئله مهمتری نیست. تو بیرا من مانده شدم. دختر نقابدار رو دستگیر کردن. چی ها میگویی ها؟ در امنیت است. منتظر ما است. رفتیم. یافتم. نهایت یافتم. این ابله رو ببین. ما رو یافته است گفته چقدر خوشحال شد. نمیفهمم من با این آدم چیکار کردم؟ رفتیم زبید. بخدا زوری مراد. ای راستی فقط در سرت فکر دختر نقابدار خیالی شده. اما دختر معقول ته؟ دیوانه ای تو رفته میگویم. معذرت میخوایم. بوی کشید معقول میشود. بو بکش چه میشم که تو نمیگیری؟ معقول شد. بوش به مزه. ای آفرین دخترم. جناب من حاضر باید روم. بعدم باز میایم میشود. شام بخیر احمد. بچم هیچی نخوردی. اولی بیز چمنی ستانچه میویا. چی؟ چمنی ستانچه؟ حالا نه اومدی جنگوور مگر میگذاریم که روی کنی بینشینه. بشی. انا اومدن. بنفشه در بکشو. ای کنی یک سوئیس تو در کجا هستی دامادی من؟ ای کجا اومدی؟ دامادم. ای دامادی من تو در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی دامادم؟ تو دامادی من هستی؟ دامادم رو دیهید؟ نمیمونیم. او مهمونی موای ما را ایادمای بد خلاص کردگی. ای دامادم تو دامادی من هستی؟ چرا این زن رو خلاص کردی پسرم؟ البته خلاص کرد. چی با خلاص نمیکرده؟ جنگاور را نمیتیم. چرا دامادم را نمیدی؟ نمیفهمی. نمیتیم گفتم نمیتیم. این جنگاور مهمونی موای. میفهمی یا نمیفهمی؟ جنگاور مهمونی ما است نمیدیم. جنگاور دامادی من است. این میمون سنم ارزش جنگاور رو نداره. دیوانه شیطانی تو. نسبت من حسد میخوری. همین خیلی نسبت من رشک داری. کسی که به من عاشق میشود او رو هم رشک میکنی. هجری تمام شد و باز از پس جنگاور شدی. میمون سنم تو جنگاور رو جادو کرده ای. وگرنه چرا با تو عاشق میشد است؟ نمیمونیم خونه ما. بس کنه. بس است. چیکار میکنه داخل؟ آدم های کلان ای بس. مادر جان گناه هست داخل. ای پسرم مادری تو من هستم. چرا تو این زن رو مادر جان میگویی؟ بله راست میگوید مادر جان. گناه هست نکنید. آفرین پسرم. تنها مرا مادر جان گوی. پسرم بسیار شیرین است. بسیار شیرین است. ای زنک جنده شده. او فقط تو را اوچه بگه. من در سین سالی اوچهشم. منم میتونه اوچه بگه. بس هست آخیر. کنی جنگاور رو با ما دیگه. جنگاور از که باز جنگاوری تو بوده است؟ به هجری چه خیلی که خیانت کردی؟ با این هم خیانت میکنی. در 2 دقیقه خیانت میکنی. عقلش رو خورده است. با این دختر باور کرده نمیشود. من شما رو آگاه کردم. گپایش رو شنیدید؟ گپایش رو. تو کی هستی آخیر؟ تو چی ها میگویی؟ تو فت پریده؟ حاضر به تو دیشون میدیم. کنی جان بی من؟ بس کنید. از برای خدا این جرم ها رو کی در اینجا میگذارد؟ توبه
انا همین دختر سخت‌ترین کار عاشق دل بریدن از یه دلبند اگه راحت بود که دل از عشقش دگر کندم رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من دخترها را دستگیر میکنید. هر دوی این زنها آدمهای تاجر و ثروتمند را به دام خود افکنده شانتاژ میکنند. اوف مراد، با این زن نگاه کن. همین قشرینکی است که بسیار زیبا است. قسم میخورم همه را به دام میاندازد، همه را میلشپاند. همکار تو این را نگاه کن. مار کو بینیمش؟ ایتا با زیبایی که همکار چیکار میکنی ها؟ من تعروسی مرا بگی بزورت نه او رو اول من انتخاب کردم. بیده میگویم تو بچه یه من یه تو رسم رو بیده میگویم. بچه ها شما چیکار میکنید آخرا؟ این زنها در کارهایشان بسیار ماهرند. تا حاضر قریب 40 نفر آدمهای ثروتمند را به دام افکنده، دلخوشی کرده، رسم گرفته، تهدید کردند که رسمها را به زنهایشان میفرستند و پول گرفتند. مارها عروسه بینند. کنه بیده اون را. این مراد چی به عقل داری به عروسه ایجا؟ نه ببینم این دختر زیبی ما داره. این بینش روی سیاه موی سفید رنگ زینبه. ایت رنگ عالم بیای زیبی تو داره. عالم زیبی من را ندارد، فهمیدی؟ اون را بیده. ای بچه بگی دست به عقلی نکن. بچه ها چیکار میکنید؟ به خدایید یا خدایا گوش کنید. هر دوی شما نقش دو ثروتمند و عروس باز را میبازید. با این دخترها شناس میشوید. بعداً هر دوی این دخترها شما را شانتاژ میکنند که در روی جنایت آنها را دستگیر بکنید. فهمیدیم سردار، فهمیدیم. کنی به من بیده. به عقل بدی عروسی مرا ایجا. عملیات رو برباد میدی. به من بیده. برای چی عملیات محو میکردم من؟ همکار چیکار میکنی؟ اون دختر تو رو نگاه نمیکنه داخل. برای چی نمیکرده؟ پیر شده ای تو نگاه نمیکنه تو. بچه‌ها شما چیکار میکنید؟ سردارم همین دختره که ما بگیرم. نه من میگیرم. برای چی تو میگرفتیش؟ هم دختر زیبی ما داره نمیفهمی؟ همکار به من ده دیوونگی رو بس کن آخر. ای جنگلم خیر خودت خلاصه ببرون. کدام دختری که مدام خل میشوم مراد میگیرش. مراد همشه میگیره. همشه این همی مراد میگیره. جان ما در نوک بنی آورده سردارم. نفس میگیره. جان ما در نوک بنی آورده. از بخیلی میگوید سردار. بچه‌ها به خدایت درباره عملیات یگان سوال دارید؟ من دارم سردارم. وزیر ما نقشی مردکی اویلدار، ثروتمند و عروس باز رو میبوزیم. همین خیلی نیست؟ اولش که در کیسه ما یک سومون پول نداریم و اویلدار هم نیستیم. خیلی اویلدار هم میشوم. در نقشم هست. زینب هم میگیرم. توی مانم نزدیک اومدگه. عجب و زینب شیده میتونه جنگلم بو. در همی عملیاتم اگر زنی شود چی خیلی سردارم. چی؟ خیلی عالم ببی زنی مراد شما میشود. بیهودگویی نکنید. این بار خاندار فلان نیست. نمیگذارم که عملیات را محو کنید. شما حاضر اینها را بگیرید و در حال به کار شروع کنید. گپ نیست جنگلم. سلنوس کولی زینب میگیریم اوی بینید میریزه. در چلیک زینب چله را میدوزم مرادم دام میگیره. چی روز توی میکنیم؟ یک اول ای زینب میپرسم که روزی هست یا نه. بیهوده حوث میخوری همکار. زینب با تو خاندار نمیشود. اکه برای چی زینب زنی من نمیشیده؟ میگو زنی تو میشوم ها؟ زینب ای مای مراد یک گپت بگم. همین خارجو دارم که در توی ما و زینب روی تو را ببینیم که چی خیلی سرخ میشیده. تلخه ایت بکفا.
به این خیل می شود زبید، به این خیل می شود. رنگ میمونی. ای بیا دامادم بیا. ببین خواهی میتوانی امشب در خانه ما بمانی. خیر میلش خودت میدانی. ولی پگاه در خوراک شام منتظرت میشوم. حتما بیا دامادم. قول داده نمیتوانم. هر لحظه کاری مهم میتواند براید. با خدا زیق میشوم. گوش کن حتما منتظر میشوم. برای ما را همراهی کردنت تشکر پسرم. شب خوش. شب خوش دامادم. شب خوش. گوش کن جنگاور، با دامادم گفتنی های مادر و پدرم حوست نکند باز، چون که من با تو خاندار نمیشوم. جنگاور من رو فهمیدی؟ با کی خاندار میشوی؟ با تو چی؟ برا کنی؟ بیرو زود بیرو. فهمیدی؟ فهمیدم. خوب تو چرا از روی تکاشی شکایت نکردی؟ چرا شکایت میکردم مخیر؟ من دوست میدارم که او را بزنم. گوش کن، اگر شکایت کنم پلیس او را زیر نظارت گرفته محکم میکند. بعد او را زدن نمیتوانم. زینب، باری گذشته او را چنان لطوکوب کردم که تو باید این را میدیدی. ببین این خیل مشت زدم، این خیل شته زدم، بعدا یک کلای دیگر زدم. آرام شو چمپیون. میگوید که ما باید از ملیس دور شویم. آخر تو خودت کی هستی که میگویی از ملیس دور شوید ها؟ میدونی چی میگویم؟ با تو هم تکاشی هم کامولیسیو عاشقند. حافظه کامولیسیو در جایش نیست، تو رو به یاد ندارد. اما تکاشی با تو سخت دل داده است. هر دویشان رو نمیخوام، هر دویشان رو میزنم. انا این خیل زینب جون خوب هستی؟ تمام خوبم ملیس جان. معذرت میخوام، عقلم در جایش نیست. آخر با تو با این احوالت باز مشق میکنم. من خوبم. کنشین زینب، به اینجا شین. خوب هستی همین خیلی؟ میبخشی؟ خوبم. وای زینب، یک چیز به یادم اومد. آن دختری نقابدار کی باشد؟ 2 بار هست که حیاتی مرا نجات میدهد. یک بار از دست نینزه ها نجات داد، یک بار دیگر از نامزدیم. نه آخر این دختر کی باشد که به من یاری میدهد؟ نمیدونم آخر ملیس. کوبیگی برادر، نوشی جان. تشکر برادر. مقصد این که زورو تو را باور نکرده؟ زیخ شدم برادرم. گوش که برادر، با فکرم افتی نواد معقولش نشید. بینی تبین بوریکش کرده، همه بینی کرچکاموناد زور بود. ممکن خیلی روی نغز نبینه. شوکت بس کن سفسطگویی را. یا خدایا توبه، به این هم عصبی هستم. برای چه عصبی شدیسته؟ یا خدایا عیب ما چیه؟ با فکرم گفتکته یا خط شوکت زندگی میکنه یا خطی ما. سر و سیمه نشو، آروم باش. گوش که برادر، شاید دختر نقابدار زهرا نیست. ما خطا فکر کردیم. وقتی دختر نقابدار زهرا گفتی تو، اورم با خودش گفت کوبه گوش کنم همین پدناله چی میگفته باشه. این خیل میشود مگر؟ 2 سال از پس اژدهار بود کو؟ ملیس را 2 مراتبه نجات داد. با جز زهرا کی بوده میتواند؟ به خدا با فکرم دلیل عمیق نداریم برادرم. او نباشه چی؟ اگر دختر نقابدار زهرا نباشد هم زهرا زنده است. او را پیدا میکنم. اوه برادر، این چوجه کیه؟ با تو چی؟ رسم را با من ده. بدبخت چی با تو گویم؟ تو زهرا را میابم گفته در گرد و اطراف همیشه داد میزنی، با شر نکرده عروس بازی میکنی. شوکت چی ها میگویی؟ چه خیلی عروس بازی؟ با همه چی کار داری؟ این عملیات است عملیات. یا خدایا توبه. این روسیوی
نگفتی هیچ خیلی عملیات باشه؟ بدبخت مورم خبر کده ای خیلی عملیاتو خدمت کنیم اخی؟ گوش که برادر ای خیلی عملیاتو را گفزه ما حل کنیم تو ای پس ظهورات بشه میابم شوکت زهرا را میابم نمره تلفن این عملیات اومده بته من حلش میکنم تو ای پسش نشه دیگه این خیلی باشد من میخیزم شبی خوش زبویم با دقت باش ها تو در را محکم کن که یگان کس نداروید شبی خوش میلیس اوه کمیسر مراد یعنی لباسی دومولوگی پوشیده مرا به دام افتانیدن میخواستی؟ مرا به جای ضعیفی هم زدنی بودی ها؟ نامی دوست داشتم را استفاده برده مرا دستگیر میکردی؟ من جواب این را از تو میپرسم تو رو به خودم عاشق میکنم بعد ضربه سخت میزنم انا به دومم افتادی این آدم چی خیلی به من اهمیت نداد ها؟ عجیب چه خیلی به من اهمیت نداد به من هم اهمیت نداد به خدا من بسیار حیران شدم امیدوارم این رو به من میفهماند انیق پیش یگان زن میرود ببین چه خیلی پوشیده است ملیسی عشقم تمام شب از فکر تو به چشمانم خواب نآمد برای یک لحظه دیدن تو دنیا را میدهم دیشب اون تکشی ابله رو چه خیلی نتوکوب کردم تکشی؟ اوف حافظه این آدم کی بر نگشته باشد بس است آخیر از پوشیدن این لباس ها دلگیر شدم اون تکشی نیست مگر تکشی؟ او چه خیلی جسارت کرده است که به اینجا آید پیش درو گل زیبایم ملیس عدنان جسور اینقدر آدمی بی شرم بوده است آخر تکشی به تو نگفته بودم که دیگر به اینجا نیا ها شته های خوردهت بسی نکرد اینجا چیکار میکنی باز شته میخوایی من به نزد تو نآمدم برای دیدن ملیس آمدم چیکار میکنی ملیس را با تو چیه از تو باید پرسم البته از من میپرسی ابله نفره که دوست داشته کمالی سیاه رو با چشمی بد نگاه میکنه چشمانش رو میکنم عدنان ملیس دوست داشته من است تو خاموش باش نخندان مرا عدنان مگر ملیس دوست داشته این می شود ملیس مثل یک گلی نازک و نازنین است مثل ملیس بر این دختری زیبا در دنیا نیست بس کن مرا با این گپ‌هایت عصبی نکن گم شو از اینجا ملیس اینجا نیست در کجا است نیست میگویم نمیفهمی باید که او رو ببینم هر ثانیه که او رو نمیبینم در نظرم مثل سالها دراز میگذرد برادر این دیوانه شده است یا خدایا بیمار است چی است نفهمیدم عدنان ملیس همین است؟ ها همین عدنان گوش کن تکشی بسیار بچه خوب میتوبد ملیس رو با او دیهم رود گم شود چی گفته ایستادی برادر مرا عصبی نکن بخیر عدنان این دختر بسیار خطرناک است من این دختر رو با او میدیم رود بگه تکشی این رو با خود گیر رحمت چی کار میکنی برادر بیا رفتیم آخر رسم رو با من ده نه نمیدهم بیده رسم رو مورم هم نمیدهم رسم رو بیده میگویم نمیدهم بیا رفتیم من این دختر رو با این دادم رفت بیا رفتیم کمال سیاه تو چی کار میکنی ها سلام همکار سلام معلوم شد که دخترها حالا هم نآمدند
زود روز عوض رفتن ممکن. اگر جوابشون داده باشه حاضر میرسن. مسخره باز. مرا گوش کن. وقتی دخترها آیند تو گپ نمیزنی، تنها با انگشتانت اشاره میکنی. اگه برای چی تو گپ میزدی؟ من هم دهان دارم، زبان دارم، از همه مهمش من تدخ شورترم. شد همکار، فهمیدم. آمادند. کاتش ما 200 میلیون دلار نقد کردم، راستی گپ نفروختمش. گپ زن نگاه دارم. همین خیال دوستم، خوب کردی. میگم جورا بگونه نشود، تا 100 میلیون دمیتمش. مصلحت میکنی. مرا نگاه داره؟ نه مرا نگاه دارم. اگر کرته اطلسشون بپوشونی رنگی سیجلال توهیر میشود. چشمکیم زده استه. اگر بفهمم که یک سامون نداریم چی میشیده باشه؟ همکار چرا تو رو نگاه میکردن؟ انگشترینت رو نگاه دارن. سفسطه نگو بچه بی اخلاق. این خیستن پیش میلیونر آمده است. سلام جنابان، با شما نشستن ممکن است؟ چی بله؟ شما فقط امر کنین. مرحمت بشینید. 20 دقیقه پا بکشم. مرحمت بشین. تشکر. تشکری زیاد. جیک. سلام. السلام. زبید مرام شما با. من باشم لیلی. من شیرین. مراد. زبیدم. از شناسایی شدم. مایتده شدترم. من مراد هستم. مراد. همین 100 میلیون در میتونم خونه را مراد. و خاطرم بانوا. مقیم منصور 65 میلیون دلار دادم، کرته اطلس پوشیدن، لباس دختری خاطر گرفتن رفتن روسیه. قطعا بود کرته اطلس میره در مسکو سیتی نوزیر جشن بگیرین. من راستی؟ اگه میگم دبی تون ببرم در سر برج خلیفه ببرم تون دبی تماشا کنین. هر تای بالا برج خلیفه با پاراشوت با تگ میپارتیم. چی گفتی مراد؟ من به تو نگفته بودم که اینها اینجا عروس بازی میکنند. مراد، این به تو هیچ نمیزیبد. چرا با من این خیلی رفتار کردی؟ با اون نگاه کن، زبید رو هم به خودش مانند کرده است. اگه مراد خودم خوب نیست، بیچاره رو بیروحه کرده است. یگان چیزی دیگر میخوایی؟ باز شربت بیار. تمام نوشی جان. یا خدایا، دخترها باز او آمد. با من چسبیده است، دور نمی شود. این آدم با بودپرست مانند است میلیس. بگذار مانند باشد. با ما چی نازیه؟ با ما چی دخل دارد بودپرست بودن او؟ من در جای خونده بودم بودها هرگز دینشان رو عوض نمی کردن. یعنی تو با گویی که با جز مسلمان من با دیگر یک جو بودن نمی توانم. با فکری من انیق از دست می کشد. او نازیه، این چه خیلی دانایی است. زهر بریم به خدا. کاش من هم می داشتم. یک چیز میگویم، فکری گفته‌ات بد نیست. بله همین خیلی. سلام میلی. بیا ما از پای کار میشیم. تاکاشی. سلام. سلام. گوش کن تاکاشی، تو بسیار آدمی خوبی، اما من با نفری که مسلمان است یک جا شده نمیتوانم. یعنی با این اویلم و نزدیکانم اجازت نمیدهند. چی؟ با فکرم از او خلاص شدم. یعنی مسلمان می بودم با من یک جا می شدی ها؟ البته چرا نمی شدم، ولی از سبب که دینت رو عوض کرده نمی توانی. غمگینم. یا خدایا، نهایت خلاص شدم اخیر. خلاص شدم. دخترها چه خبر؟ رفتیم. جنابان، ما میخیزیم.
به این هم بگاه با میخوریم. مایل من هم برم ورتالوی و زپرافکا کنم یه کار دارم. روز بخیر. تا بازدید. میگم که نمردیم شاید در خانه ملانیر استراحت میکنی. زنامون خارجه رفتن. قصر کلان خالی ای. اویلکوم گرفتم. تا سهر تی حساب شو میکنی. این خیر باشد بگاه میبینیم. خیر. بای بای. بای بای. خیر. خیر دخترها. خیر. همکار تو هم اکتیوری خوب بوده ای. در 2 دقیقه دلی دخترها رو یافتی. من در این کارو تجربه زیاد دارم برادر. کم کم بیاد ترم میاموزن مراد. زبید دخترها بتونه به انگشتی دستت عاشق شدن. ولی شمسی بچه مجید یوروپا میبره تلخیت میکفه. زینب؟ آن دخترها کی بودند؟ کدوم دخترها؟ کدوم دخترها؟ مسخره بازی رو بس کن. هر دویتون با اون 2 شیطانچه روی راست عروس بازی داشتید. زینب همش میفهمونم. چی رو میفهمونی اخیر؟ هر دویتون آشکارا خوشحالی داشتید. هیچ شرم نکردید؟ زینب من گناه ندارم. مراد گناهگاره. منم مراد بیراه کرد. من بچه نغزم. دخترها رو همین گفت که بیام بشینن. من نمیدونم چی به خیلی کار کرد. چی میگوی تو همکار؟ حقیقت رو بگوی آخر. بگوی در عملیات هستیم. عملیات؟ چه خیلی عملیات؟ در این عملیات باید این دخترانی را که آدم‌های ثروتمند را فریب میکنند دستگیر کنیم. در عملیات بوده است. تو کی رو فریب میکنی؟ تمام. مادامی که این خیلی است ما هم در این عملیات اشتراک کردن میخوایم. هرگز. عملیات پیشتر از پشت شما شده محو شد. به یادتون هست؟ تو برای چی خیلی میگوی همکار؟ خانم آلم راست میگوید. نقش ثروتمند اویلت‌دار رو بازی داریم کو؟ با ما هم سر در کار است. بخی گوشه آلم بی او طرف بزن. ای گوشه تیزای. زینب در این عملیات زنی مشه بخرمت. گرده تا بخرم زینب. التماس دارم عملیات زنی ما بشه. التماس میکنم زینب جان. من باشم زنی تو میشوم. انا ببینی که عملیات چی خیلی زور میگذره. نمیشود گفتم. سردار امنیت اجازت نمیدهد. در این عملیات شما نیستید. زبید رفتیم. زینب جان بیا تو رو به خانه ببرم بگو صحبت میکنیم. در خانه باشی یگان جون نبرو. پیش از اومدن من شما را زنگ میزنم. خوب از دلی من. چی؟ خیلی مراد سازی دیگه نه از کارت. نگاه کن عملیاتی گفتهشون دروغ است. اینها ما را آشکارا فریب میکنند. سایرام چی رو صحبت کردن میخواستی؟ کنی گبزان؟ هجری با تو باید یک چیزی مهم رو صحبت کنم. سایرام من چی گفتم؟ خیر چیزی گفتنی گبزن آخر زود. میدونم که غمگین میشوی ولی من با تو خانه‌دار نمیشوم. چی؟ میدونم که غمگین شدی ولی من فهمیدم که دلم با تو مایل نیست. در عصر 21 چه خیلی گهواره بخش بازن؟ سعدی ای کرشید کو انا با نزدیکی خانه دار میشوم. شده که چه تمام یا که گفمونه محکم کنید نبینن اون شرم نکنن. من دلم رو با دیگر کس بستم هجری. خدا رو شکر از سایرام جانم خلاص شد. سایرام دختری هوشیار کنی بگوی با کی دل بسته ای با کیه؟ با جنگاور. با جنگاور؟ کاش هنگامی نیزه ها رو زدنش او رو میدیدی. جوان مردی حقیقی یگید چونان با قوت بود که یک و یک بار دلم با او گرم شد. یا خدای غیر امکان است. بیرو هجری اکنون تو رفته با سنم گپ بزن. او رو دوست میداری. بیرو.
бале наздию меравам. лекин ба ӯ дӯстдориятро гуфта наметавонӣ? чӣ хел гуфтанамро намедонам сайрам. чанд бор гуфтам он духтарро тамоман фаҳмида намешавад. мисли ҷанговар бишав охир каме егид бишав ҷасур бош. чӣ кор мекунӣ? пешаш меравӣ, дарашонро ин хел мекӯбӣ, ӯро хосгорӣ мекунӣ. агар надиҳанд мерабоӣ, гурехта меравӣ. мисли ҷанговар бишав охир. бихез. ман меравам. ист. ба ӯ бигӯй ки аз ҷанговар дур шавад. ҷанговар аз ман аст. худоё, ман акнун чӣ кор мекунам? рав ҳиҷрӣ, чаро истодаӣ? рав бо ӯ гап зан. майлаш. ҷанговар, ягона султони қалбам, кай бо ту во мехӯрда бошам. санам, санам, санам мегӯям. санам, баро бояд суҳбат кунем. ё худоя тавба. ба ӯ нигоҳ кун. эҳтиромаш кардем, ба болои сарамон баромад. барои ночиз кор номзадиро барҳам медиҳаде? не охир корашро бин. тавба кардам худоё. охир гуноҳ аз ман аст. бисёр эҳтиром кардам, бисёр. ба кӣ мегӯям санам? ба берун баро. ман инҷо мунтазирам. ё худоё. дар куҷост ин духтар? санам? хайр, ангуштаринро партофтӣ гуфта аз шарм рӯбарӯям баромада наметавонӣ? пушаймонӣ фоида надораду, аммо ман одами бевиҷдон нестам. санам, нисбати ман хато кардӣ, аммо ба ту охир он имкониятро медиҳам. баромада аз ман бахшиш пурс. асабиам накун гуфтам, асабиам кардӣ. дили маро вайрон кардӣ. санам? санам, як сония. санам, як лаҳза истедед. илтимос истед. санам, модарҷон? модарҷон, ман омадам бипурсам ки аҷабо ягон эҳтиёҷ доред. бо садои баланд дод задам, фикр кардам ки хоб ҳастед, барои ҳамин вай кардам. яъне ҷорӯб. истед охир. баро модар мегӯяд. модарҷон, илтимос баро гӯш кунед. ҷавоб биде, ҷавоб биде. ана ба ту. ин ҳама ҳақ. ба куҷо мегурезӣ? модарҷон, илтимос. ба куҷо мегурезӣ? исто. инҷа биё. биё каме инҷо бишинем. биё. бунавша, ман ниҳоят бо ҳиҷрӣ гап задам. дар бораи чӣ? дигар ӯро дӯст намедорам гуфтам. чӣ? ё худоё, шунидагиҳоям рост аст? ба гӯшҳоям бовар намекунам. бунавша, ман диламро ба дигар одам бастам. ба дигар кард? ба як йигит бастам. зебочашм, ҷасур. ай худои ман, гӯё ки маро таъриф дорад. номи ин шахси ҷасур? бале. султони қалбам ҷанговар аст. ҷанговар? чӣ? ҷанговар? дигар ба маймунсанам коре надорам. чӣ коре хоҳад кардан гирад. бале. биё равем. меравем. о ҷанговари лаънатӣ, о ҷанговари лаънатӣ, ту чӣ хел дили дӯст доштаи маро дуздида метавонӣ?
من تو رو میکشم. 5 ماه شد اویلیگ مونامتی ها. روسیا ای وقتی که سیره میدی اونا رو دیده بود دیونه تر شده دیگه ما دا اویلیگ نیست. خیلی کار کردیم ما تو زن نمیگیریم دیگه. توبه کردم. بسیار درست میگویی برادرم، ما باید هر چه زودتر کار بیابیم. آها بابای قادره کو چیگه باشه علما رو جمع کرده بخیر چه مافیا جمع کرده باشه چیگه پایی ندونم. کافی است. از این پس خراشایی که جمع آوری میکنید به من میارید. در عکس حال جنگاور دامادم کاری ضروری رو میکند. جنگاور داماد من است. از این پس هوشیار باشید. مایلش رفتیم از پس کار میشویم. همکار سغره دیلوت پاکینه کی جای کار گفتی اینا پیداش کردیم جوره. نه البته برادرم دل من پاک است. چکار است؟ بفرمایید چای شما شربتی آلوچه‌تان. تشکر. شاید مریض که بودن زهرا را پنهان میکند. نوشی جان یگان چیزی دیگر میخواهید؟ ملیس گپ زده میتوانیم. البته درباره چی؟ درباره دختر نقابدار. ملیس التماس در کجا بودن دختر نقابدار را با من بگوی. آخر مراد من دختر نقابدار را نمیشناسم. چرا نمیفهمی تو؟ باید گپ زنم میگویم. مرا فریب کردن نتوانستی اکنون دخترم کم رو فریب کردن میخوایی ها؟ من تو را میفهمم. او برایت عزیز است و نمیخواهی او را به کسی تسلیم کنی. ولی با تو قول میدهم که اجازت نمیدهم که پلیس دختر نقابدار را دستگیر کند. با این نگاه کن چه خیلی نقش میبوزده. ملیس میدانم به من باور نداری ولی از تو خواهش میکنم گپ‌هایی که حاضر میگویم به دختر نقابدار برسان. همه چیزی که به تو گفتم درست بود. به تو در هیچ مسئله دروغ نگفتم. تو را بسیار دوست می‌دارم. التماس فهم تو را بسیار یاد کردم. چرا این خیل میکنی؟ چرا با من باور نمیکنی؟ به تو احتیاج دارم. لطفاً اینها را برسان ملیس. تشکر زیاد. چی گپ است؟ تو بازی کردن رو دوام ده کمیسر. بازی آخر رو من میکنم. بحث است آخر. مادر و دختر قریب مرا میکشتن. این چی گپ است؟ میبخشید یک لحظه ممکن؟ من دامولای مسجد رو میجویم. چی کار میکنی دامولای مسجد را؟ یک سوال رو میپرسیدم. سوال میپرسیدی؟ این بچه‌ای که آمده ایستاده است که هجری مؤذن مسجد ما است. سوالت رو از اون میتوانی بپرسی. میبخشید یک سوال داشتم، ممکن است بپرسم؟ چخیل؟ استاد یک سوال مهم دارم. از صبح سرم رو گرم کرده است. دامولو یک بچه به خاطر دختری دوست داشتهش دینش رو عوض کند جایز است؟ چی؟ جایز است دامولو میگویم. انشالله ملیس گفته هایم را میرساند. آخر من همه چیز را نقل کردم.
شاید تاثیرش کرده باشد. آخر دختر عمکش است. زهرا کنی برا یک روی رو بس کن، قربان چشمانت شوم. بله استاد، جایز است. باید این را از استادم پرسم. خب ولی شما دوملو نیستید ها؟ یک لحظه استاد اینجا بیا. فقط خفقه گوش کش. سوال داری ها؟ گوش کن، بسیار مشغول هستم، بعد سوالت را میپرسی. استاد اگر مرد برای دوست داشتهش دینش را عوض کنه جایز باشد؟ چی؟ من هم همین خیلی گفتم استاد. پسرم برای دختر دین را عوض میکند، این چی سوالی بی‌معنی است؟ سوال این رفیق است. چه خیلی او پرسید با تو هم گفتم. رفیق؟ بله جایز است استاد. چخیل؟ جایز است گفته پرسیده استاد است. پسرم برای دختر دین را عوض میکنند. چیکار میکنی؟ از دین اسلام گذشته بود پرست میشوی مگر؟ نه استاد، به این هم او بود پرست است، میخواهد دین اسلام را قبول بکند. یعنی این خیل. جایز است، البته که جایز است، البته. البته یعنی برای دختر دین را عوض کردن جایز است. چخیلی که نباشد عشق حسیاتی زیبا است. دختر سبب کاری خیری شده است، تو وقت را از دست نداده زود دینت را عوض کن. میلش انشاءالله مبارک می شود. خدا از شما راضی باشد استاد. از هممون هجری. بسیار استاد دانشمند. اینها چه سوال هستند؟ نه، محصولاتی که اینشان برای خوراک باید گیرم که اینجا نوشته فراموش نکنم. خط عربی رو رنگ پای پای مرچا نوشته ای. من خط عربی رو خوب میدونم. تو سوباسی رو میشناسی؟ سوباسی ما رو میگویی؟ بله او هم سویمان است. دیگر کندم رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من. با کانال شاهناز مدیا ابونه شوید و گذاشتن لایک رو فراموش نسازید. مرکز آموزشی کبیر سکول برای خویشمندان جهت آموزش زبان‌های با نفوذ خارجی از جمله انگلیسی، روسی، خیتایی، کوریایی، آلمانی و ترکی را به راه مانده است. علاوه بر این در این مرکز کورس‌های آموزشی برنامه‌های کامپیوتری و محاسبی با برنامه 1S نیز تعلیم داده می‌شود. اینچنین به داوطلبان کورس‌های مخصوصی تیاری برای از خود کردن سوالنامه‌های تستی جهت داخل شدن به مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی، کالج و آموزشگاه‌های جمهوری و خارجی کشور فراهم آورده شده است. آموزش فن‌های دقیق از قبیل فیزیکا، الگبرا، بیولوژی و امثال این در مرکز با جلب آموزگاران با تجربه و دارای تخصص بلند کسبی صورت می‌گیرد. صنفخانه‌ها با معاصرترین عیانیت‌های تعلیمی مجهز می‌باشد. مورد به تأکید است که در مرکز کورس‌های تا مکتبی نیز پیش بینی شده. با آنها مربی‌های صاحب تخصص تربیت می‌دهند.